جناب خان جونم صورت. من یه سری سوال پرسیدم از کاپتان در مورد خودشون که ببینم در مورد صفاتایی که میگم بله. چه نمره‌ای به خودشون میدم. میشه این سوالا رو از شما هم بپرسم؟ اشکال نداره پسرک، بپرس. اشکال نداره، بپرس پسر جان. امشب شبیه که میتونی زیاد تجربه کسب کنی. بله. میخوام خودت نسبت به این ویژگی هایی که بهت میگم از 1 تا 10 نمره بدی. بله چشم. تیک آف. چی؟ تیک آف. یه لحظه اسخای کاپتان تیک آف کدومش بود؟ تیک آف که همون که بلند میشه. او 10. تیک آف مطابقمو ندارید تو تیک آف. رو دستمون اومده. بفرمایید. بله. لندینگ. جان؟ لندینگ. یه لحظه اسخای میگم رفیق جان لندینگ کدوم بود؟ او یکیه که 10. ما پدر لندینگ ایرانو محسن. همه هم 10 دیگه. نه دارم واقعیت میگم تو لندینگ مطابقه ما نیست. کار بکنم نگم. نه چرا؟ کنترل استرس. 1. افتضاحم تو کنترل استرس. سریع تا استرس میگیرم باید برم دستشویی. تو این اجوری خیلی رتبه ای ندارم متاسفانه محسن. خوبه خودت میگی دیگه بگم نه باید بگم. باشه. تمرکز. جان؟ تمرکز. این که از یه لحظه به نظرم با توجه به جوابی که دارم میدم 2. تو تمرکز هم اونجور رتبه ای ندارم. نه خیلی خوب. آمادگی جسمانی 50. بدن بادی بیلدینگی کات تمام عضله. درصد چربی 2. یکی زیر کریس رونالدو هستم. مطابق خودم ندیدم تو بدن. یه دونه زیر کریس رونالدو. بله او 3% چربیش ما 2. فن بیان. افتضاح. فن بیان افتضاح. اگه حرف زدن بلد بودم تا حالا 100 بار مخ احلام زده بودم. فن بیان 2. خوبه. ارتباط با خدمه پرواز. بسیار بد. چرا؟ همراه با خشونت و حرفهای نادرست و نامناسب. چرا آخه؟ میگم عصبانی میشم دیگه میگم نه دیگه نباید بگی. تو اگه کاپیتانی نباید اینجوری رفتار کنی. یعنی میگم کارین کرو ولش کن. جناب خان ولش کن. اشتباه کردم مثلا این سوالو پرسیدم. خوشرویی. تو او که مطابق خودم ندیدم خدا رو